پیام پیشوای ملت چون آنانا امسال نیز دوامی منطقی پیام های پیشوای ملت وابسته به مهمترین سمت های سیاست داخلی و سیاست خارجی تاجیکستان عبارت بود و من مثلا در این پیام اشتراک کرده بار دیگر مثلا اطمینان حاصل کردم یک بار دیگر چی میگن همون بینش ما جوهری ما وابسته به ملت و دولت سازی خودشناسی ملی بار دیگر بالا گرفت. خوشبختانه ما در مرحله رسیدیم که دیگر مثلا برنامه‌های دولتی پیام‌های پیشوای ملت دیگر از جنگ و ناامنی نیست بلکه از برنامه‌های نو، لایحه‌های نو، خب زندگی نو، طرح نو، یعنی که کی چی طرح برای پیشرفت و شکوه دولت ملت ما دارد. مثلا موضوعی که در اینجا توجه اساسی با آن کرده شد این پیش از همه رو آوردن جوانان و مخصوصا نسل نو به علم به فناوری، یعنی که باید که هر نفر چی در علاهیدگی و چی در کار و فعالیت یک نوع تفکر تحلیلیشون باید خب تقویت بخشن و زیرکی سیاسی را از دست ندهند. یعنی برنامه‌هایی بود که مسئله‌های گذاشته شد که رشد منبعد ما را معین میکرد، رشد آینده ما را مخصوصا وابسته به ساحه معارف ذکر کرده شد که سیاست جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف مخصوصا به ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نو است مسئله است که همیشه در مرکز توجه پیشوای ملت حکومت دولت قرار دارد، زیرا که آینده ملت و دولت از رشد معارف وابستگی جدی دارد و پیام با بسیار مسئله های مهم بخشیده شده بود و آن اندیشه هایی که پیشوای ملت اوید به رشد منبعد جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند و آن وظیفه هایی که در نزد تمام ساحه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشتن واقعا یک سخن‌های تکانی جدی بودن برای پیشرفت منبعد ما، خصوصا به ساحه معارف که ما در آن کار فعالیت میکنیم. پیشوای ملت بارها ابراز داشتن تاکید کردند که به ساحه معارف ما یک قدم هم پیش رفته نمیتوانیم و تعلیم و تربیت نسل‌های منبعد رشد تاجیکستان عزیز از همین ساحه سخت وابستگی دارد. در تربیت کادرها ما باید آینده جدی باشیم و باوری کامل دارم که همه این گفته‌های پیشوای معظم ملت را در فعالیت منبعد کاری خود ما سرمشق خود نموده هدف‌های سازنده ملت و دولت حکومت جمهوری تاجیکستان را عملی می‌نماییم. در پیام امروزه نیز چون پیام‌های گذشته به زنان و بانوان دقت مخصوص ظاهر کرده شد و نقش آنها را در تعلیم و تربیت فرزند در بوای رسیدن فرزندان خیلی بارز شماریدند و این همه توجه و غمخوری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما زنان و بانوان را وادار می‌سازد که در آینده نیز به این کوشش و تلاش نماییم تا به این غمخوری‌ها و توجه‌ها سزاوار باشیم. توسط که روز از پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری برآمد در سر اول سمت‌های اساسی داخلی و خارجی کشور جمهوری تاجیکستان خب به شمار می‌رود و در این چاره‌بینی مذکور تمام سمت‌های ساختار جمهوری تاجیکستان تحلیل و صفت آنها درج گردیدند. چطور همگان آگاهی گشتیم پیام نوبتی از پیام‌های گذشته فرقیت کلیش پیش از همه در آن بود که آن یک نو جنبستی چاره‌بینی‌های بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عمل گردیده بود. یعنی پیشوای ملت در همین پیام به مردم کشور بالجمله به وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آن دستاوردها و آن پیشروی هایی که در دایره تجلیل 30 سالگی به دست آوردن رسانید و ضمناً در همین حاشیه 5 ساله آینده همچون سالهای صنعت اعلان گردید که این هم یکی از هدفهای استراتژی کشور می باشد و در این راستا البته برای ما قید هم گردید در پیام ضرور است که هرچی بیشتر جایهای کاری باشد، نه تنها جایهای کاری خالی بلکه جایهای کاری استوار تا اینکه ما توانیم جوانان را پیش از همه و جایهای کاری مناسب و معاصر فرا بگیریم. و دیگر قسمتی که بسیار موافق است باعث ذکر است این رقم کنانی مناسبت ها امروز بسیار ضرور است، وقتش هم ملکه آمده است که ما با این مسئله پردازیم. از جمله رقم کنانی مناسبت های هم اقتصادی هم سیاسی سر وقتی ارزیابی می‌گردد. پیام امساله پرزیدنت کشور با مجلس عالی واقعا هم فراگیر تمام مسائل روزمره جامعه کشور بود
و قریب یگان مسئله نبود که از مد نظر دوربینانه پیشوای ملت دور مانده باشد و بعض جنبه های بسیار فرق کننده از پیام های قبلی را نیز داشت و باعث فرهمندی است که 5 ساله رشد صنعت در کشور اعلان گردید و بسیار مژده نیک بود. طوری که آگاه شدیم همگان پیشوای ملت در برابر دیگر مسئله ها در برابر بررسی تمام سمت های حیات جامعه در مسئله تعلیم و تربیت به نهایت توجه خاصه ظاهر کردند و از جمله به آموزش زبان‌های خارجی بخصوص زبان‌های روسی و انگلیسی تاکیدها کردند و سفارش‌های داخلی نیز به مسئولان ساحه در این خصوص دادند.